یک ماهی بود که عضو پادگان نظامی شده بودم و خیلی ماموریت‌های خفنی داشتم انجام میدادم، تا اینکه با یه گروه خلافکار که خیلی خطرناک بودن روبرو شدیم و این خلافکار دختر فرمانده پادگان نظامی رو گروگان گرفته بودن و ما هم دست به کار شدیم که دختر فرمانده رو نجات بدیم. پس این ویدیو رو حتما تا آخرش نگاه کن چون قرار صحنه‌های جنگی و خیلی خفنی رو ببینیم. سلام بچه، علی شات هستم و خوش اومدیم به این ویدیو. بچه الان من حدود یک ماهه که عضو پادگان نظامی شدم و خیلی ماموریت‌های خفنی دارم انجام میدم. واقعا از این شغل راضیم، خیلی حال میده و پرهیجانه. و اینکه الان اومدم بالای شهر دارم گشت میزنم، اگه چیز مشکوکی اینا دیدیم حتما مثلا رسیدگی کنیم ببینیم چه خبره، چه اتفاقی داره میفته و اینا. آقای فرانکلین اوه بچه فرمانده داره صدا میکنه. بله بگوشم. همین الان یه خبر خیلی مهم براتون داریم و یه اتفاق خیلی بدی افتاده. خیلی سریع خودتون رو به پادگان نظامی برسونید. خبر بد خیلی ضروریه چون من الان وسط ماموریتم. آقای فرانکلین دیگه تکرار نمی‌کنم، خیلی سریع خودتون رو برسونید، خیلی مهمه. اوکی الان میام. اوه بچه‌ها مثل اینکه یه اتفاقی افتاده. این فرمانده مثلا میگه ماموریت فلانو انجام بدین، تا انجام ندیم ولمون نمیکنه و کلی هم تنبیهمون میکنه و برای همین برای من خیلی الان عجیب بود که فرمانده به من گفت خیلی سریع خودتو برسون به پادگان نظامی. بریم ببینیم چه خبره. خب بچه‌ها هلیکوپتر اینجا گذاشتیم و فرمانده همه آدما و سربازا رو جمع کرده. یعنی چه خبره؟ آقا بریم ببینیم اینجا چه اتفاقی افتاد. و اینکه بچه من درجه‌ام از همه اینا بالاتره و سیسمون گنگ‌تره دیگه. خلاصه بریم ببینیم چی شده. همه سربازا رو هم جمع کرده دور خودش. سلام فرمانده. سلام آقای فرانکلین، یه خبر خیلی بد دارم. فرمانده چی شده؟ همین الان متوجه شدم که اون خلافکارایی که با هم دیگه راجبش صحبت کرده بودیم میگفتم خیلی خطرناکن. خب الان یادم اومد کدوما رو میگی. دخترمو گروگان گرفتن. چی؟ دخترتو گروگان گرفتن ناموسن؟ خب الان کجاست؟ یعنی کجا باید بریم؟ باید چیکار کنیم؟ ببین فرانکلین، تونستم لوکیشنشون رو پیدا کنم ولی باید با تمام قدرت با بیشترین امکانات بتونیم دخترمو نجات بدیم و نباید کوچکترین آسیبی به دخترم برسه. فرمانده اوکی، من ماموریت رو انجام میدم و حالا با این سربازا میریم یه حرکتای میزنیم اونجا. فقط لوکیشنشو اگه میشه سریع به من بدی، من برم اونجا یه دیدی بزنم ببینم مثلا چه خبرن، چند نفرن، کجا باید بریم. حتما آقای فرانکلین، اگه این ماموریت رو انجام بدین یه پاداش خیلی بزرگی بهتون میدم. اوه بچه‌ها بنوازم پاداش خوب. آقای فرانکلین لوکیشنشو الان بهتون میفرستن، حتما همین الان بریم با هلیکوپتر چک کنین تا منم بقیه بچه‌ها رو آماده کنم. حل قربان. الان ما میریم چک میکنیم. بچه‌ها لوکیشن رو بهم داد. دختر فرمانده رو گروگان گرفتم. باورم نمیشه. ببینید اینا چقدر زرنگن این خلافکارا که دختر فرمانده رو گرفتن ولی بچه‌ها داداشای نظامی باخت نمیدن. بریم حالشون رو بگیریم. الان من میرم یکم اونجا دید بزنم ببینم چه خبر و اینا، اتفاق بدی نیفته. فرمانده هم که الان سربازا رو آماده میکنه و میریم همشون رو میکشیم. بچه‌ها لوکیشن رو بهم فرستاد. یه شهرک یا میتونم بگم یه شهر متروکه خیلی بزرگی آقا اینجا. و الان نگاه کنی اینجا کلا شهر خلافکاراست. بهتره که من ارتفاعمو کم نکنم. نگاه کن کلا دود و اینجور چیزا. واجی خیلی خطریه بچه‌ها، خیلی خطری. شما فقط نگاه کنید چقدر اینجا ساختمون است. فقط الان بچه‌ها اون لوکیشنی که دختر فرمانده رو دزدیدن رو باید پیدا کنیم و مشخص کنیم. بچه‌ها خلاصه این شهر خیلی شهر که نمیشه گفت شهره که بیشتر خیلی بزرگه. فقط اون لوکیشن اصلی که باید بریم بچه‌ها اون دختر فرمانده رو نجات بدیم باید پیدا کنیم. اوه اینجا چه خبره بچه‌ها؟ فکر کنم همینجاست. آره بچه‌ها نگاه کن اینجا ساختمونش فرق می‌کنه، زیر دریا اینا دارن. یا خدا. خب بچه‌ها لوکیشن رو پیدا کردم. ما میتونیم از این سمت چپ وارد این شهرک بشیم، از این ور نمیتونیم چون خیلی نزدیکه. 100% بادیگاردای زیادی داره ولی از این طرف میتونیم وارد بشیم. بذاریم به فرمانده یه بیسیم بزنم بهش خبر بدم. خب بیسیم چرا صدای فرمانده نمیاد؟ فرمانده بله آقای فرانکلین. فرمانده من الان فکر کنم تونستم مقر اصلیشون رو پیدا کنم، یعنی اون قسمتی که حالا رئیس این خلافکارا هست و اینا رو فکر کنم تونستم پیدا کنم. جدی؟ پس آقای فرانکلین شما حتما لوکیشن ها رو حواستون باشه که کجاست و منم اینور دارم سربازا رو جمع میکنم. همین امشب باید حمله رو شروع کنیم. همین امشب؟ اوکی پس من فعلا برم. خداحافظ. آقا از اون سمت چپ وارد بشیم فکر کنم بهتره. حالا من اینجا چند تا یه عکس بگیرم، عکس هوایی تا مثلا تصویر رو داشته باشیم. خب آقا عکس رو بگیریم. آها این از این ورم یه عکس. حله 2 تا عکس گرفتیم. خیلی سریع برگردیم به پادگان نظامی. آقای فرانکلین من الان چند تا سرباز برای شما آماده کردم. 3 تا از بهترین سربازامه. شما میتونین با این 3 تا سرباز اگه ماموریت رو به خوبی انجام بدین میتونین دختر منو نجات بدین. 3 تا سربازم که بچه ماشاءالله جفت خودم فکر کنم هم درجه این با هم دیگه. آقا اوکیه پس من برم پایین وسایل جنگی و نظامی رو بردارم و حمله کنیم. درسته؟ بله آقای فرانکلین پایین یه ماشین نفربر هست که با اون میتونید برید. اوه بنازم. حل ما رفتیم. خب بچه‌ها بزنیم بیایم بریم که یه ماموریت خیلی خفن داریم.
خب بچه‌ها آقا برو بریم. این از سربازامه که گفت فرمانده از بهترین سرباز، یعنی بهترین سربازای پادگان بچه‌ها اینان، همشون هم شبیه همه و شبیه منن. خیلی جالبه. خب بچه‌ها بیایم پایین. فقط بچه‌ها باید بریم ببینیم که اینجا اصلا چقدر آدم هست. آدم نیست چون من اصلا آدم ندیدم اینجا و باید اول از همه ببینیم. بچه‌ها آدم هست، یکی دوتا هم نیست، خیلی هن. خب سربازان گرامی ببینید بچه‌ها، از این سمت می‌خوایم بریم حمله کنیم اون سمت، اوکی؟ و از این ور میریم از اون ور میریم. امیدوارم که فهمیده باشین، خیلی راحته. بچه‌ها برو بریم که قرار یه جنگ خیلی خفن داشته باشیم. اول از همه از این فاصله فکر کنم بچه‌ها اسنایپ کنن بهتره. نگاه این از اولی. آها دیدم ما رو. بیاین. بچه کسی شما می‌بینید؟ یه نفر فکر کنم داره میاد سمتمون. داره میاد. بمیر. بودو باید پشت این سنگر بگیریم. بیاین اینور. عجب آدمای اسکلی هستیم بچه. این سربازا رو آوردن بجنگن، این خیار دارن نگاه میکنن. بزنید اینا رو دیگه، بزنید. آهان اینم بزن. بچه سربازامون خیلی خوبن، دارن کمک میکنن. بیاین بریم جلو. اینجا رو. یا خدا یا لمن خیلی زیادن. بیاین اینور. وای دارم تیر میخورم. کمک. عجب حرکتی زد داشلی، ماشاءالله داشلی. بیاین ور ببینم سربازا کوشن. همشون اینجا. بمیر. سربازا بزنید. آهان همشون رو کشن. بیاین. بودو. بچا باید بریم اون داخل. برو. سربازا بود. اینور. بیاین. بچا باید خیلی حواسم. از پشت کی داشت تیر میزنه؟ از کجا داشتم تیر میخوردم؟ بیاین. بچا بهتره همینجا. بچا فکر کنم بهتره همینجاها کم کنیم و یولم آدم روبروه. از این نارنجک پرت کنیم. بترک. ای وای که از این ور داشت میزد. فرار. سربازو بکشید. خیلی تعدادشون زیاده. وایسا بچا با چند تا لانچر میزنیم. بودو. این از تو. آفرین. بکشید همشون رو بکشید. چقدر زیادین شما. بچا احساس میکنم یکی از بحرای ساختمون داره ما رو میزنه. بچا واقعا سربازا خیلی دارن کمک میکنن ها. دمشون گرم. یکشون اینور. از پشت دیوار. بودو. کدوم ور داشتن تیر میزدن؟ یکی داره تیر میزنه بچا، نمیدونم کجاست. بچا بودویم. باید خیلی سریع دختر فرمانده رو پیدا کنیم. آهای دختر فرمانده، بیا اینجا ما اومدیم کمکت کنیم. دختر خانم وایسا، ما از طرف پدرت اومدیم نجاتت بدیم، پس به حرف ما گوش کن و پشت سر ما بیا. اوکی. خب بچا بیاین بریم یه ماشین الان میاد، باید سوار اون ماشینه بشیم. بدوین بابا چرا کنید؟ بچا الان باید بیسیم بزنم به فرمانده یه هلیکوپتر برامون بفرسته. الو فرمانده. بله آقای فرانکلین. فرمانده یه هلیکوپتر بفرست، دخترتو نجات دادیم. واقعا الان میفرستم، همونجا وایسید. حله بچا، الان یه هلیکوپتر میاد و سوار هلیکوپتر میشیم و دختر فرمانده رو بالاخره نجات دادیم. دختر خانم به حرفم گوش بده و جات هم زیاد تکون نخوره. اوکی؟ خب بچا باید وایسیم هلیکوپتر بیاد. دمتون گرم بچا، سوار شین، همتون سوار بشید. آقا هلیکوپتر رو برامون آوردن، بنازم. خب بچا سوار هلیکوپتریم، داریم میریم سمت پادگان نظامی. خیلی ممنون قربان، خیلی ممنون. بچه الان داشتم با فرمانده صحبت می‌کردم و داشت تشکر می‌کرد راجع به اینکه دخترشو آوردم و اینا. الان حدود 2 روزی میگذره از اون روز و ما اومدیم دختر فرمانده رو حالا دادیم و اینا. بعد من 2 روز رفتم استراحت کردم، یعنی فرمانده بهم یه مرخصی داد، استراحت کردم و الان راجع به یه ماشین داره با اون صحبت می‌کنه که بریم ببینیم چی میگه. داشتم میگفتم آقای فرانکلین، خیلی ممنونم از شما که تونستین دختر منو نجات بدین و بهتون قول داده بودم که یه پاداش خیلی خوبی بدم. پاداشتونم همین طبقه پایین برین یه ماشین کنار دیوار پارک شده، اون ماشین شماست، بهتون تبریک میگم. یه ماشین بچا بهمون هدیه داده. آقا دستتون درد نکنه، مرسی بابا. این چه حرفی، وظیفه‌مون و اینا. ولی بچا خوش گذشت، رفتیم یه محله متروکه ترسناک اصلا جنگ بود. آقای فرانکی به نظرم بهتره که یه سفر برین و یه آب و هوایی عوض کنین. یه هفته مرخصی بهتون میدم. یه هفته؟ باورم نمیشه. خیلی ممنون، دست شما درد نکنه. بچا بریم ببینیم ماشینی که بهم هدیه داده چیه. بچا بریم ببینیم. فرمانده یه سوئیچ هم بهم داد ولی سوئیچش خیلی عجیبه، یعنی نتونستم متوجه شم که ماشین مدلش چیه. گفت نزدیک دیوار پارک. آقا لامبورگینی شاسی بلند، اسم اینا چی بود؟ لامر نه، اسم لامبورگینی ها شاسی بلند چی بود حاجی؟ کلا یادم رفته. چقدر جیگره این. بابا فرمانده دمت گرم. بچا این ماشینو بهم هدیه داد، واقعا ارزشش رو داشت، با اینکه سخت بود ولی واقعا ارزشش رو داشت. آقا بریم خونه وسایل رو جمع کنم، یه لباسینه عوض کنم و بریم یه مسافرت خفن. آقا نوکرم داداش، نوکرم. خب همه چی دیگه جمع کردم دیگه. آقا همه چی اوکیه، بزن بریم یه مسافرت 1 هفته‌ای که قرار عشق و حال کنیم با این ماشین خفن. خب آقا یه موزیک اینجا چه خبره؟
یا خدا بچه همون خلافکاران. نه خب بچه‌ها که تا اینجا ویدیو رو دارین نگاه می‌کنی، همین الان داخل کامنت ها قلب مخصوص داشلی، ببین عشق داشلی بچه‌ها، قلب نارنجی بذاری ببینم چند نفرتون این ویدیو رو داشتین تا آخرش نگاه می‌کردین. و اگه ویدیو رو هم دوست داشتین بچه‌ها حتما از 1 تا 10 بهش نمره بدین. کامنت ها رو حتما میخونم ببینم از 1 تا 10 به این ویدیو چند میدین. خیلی دوست دارم بدونم نظرتون راجع به این ویدیو. کانال ما رو اگه هنوز سابسکرایب نکردی سابسکرایب کن، زنگوله کناریش هم حتما روشن کن که هر وقت ویدیو آپلود کردم سریع باخبر بشی. و لایک بچه‌ها، تنها چیزی که میتونه بزرگترین حمایت در حق من باشه لایک کردنتونه. فقط 2 ثانیه میخوای یه دکمه لایک رو بزنین تموم شه بره. اوکی، یه دونه کلیک کردن لایک تو کلی به من انرژی میده. خیلی خیلی دوستتون دارم. و اگه هنوز ویدیوهای دیروز و پریروز رو ندیدی حتما ببین که مطمئنم عاشق ویدیوها میشی. خیلی ویدیوهای خفنی بودن. خیلی خیلی دوستتون دارم. مراقب خودتون باشین تا یه ویدیو و این مأموریت‌های خفن دیگه. بدرود.